خب حالا راهکارش چیه؟ ما از علاقه کودکمون به این گروه‌های کره‌ای آگاه شدیم، گفتیم نکات مثبت و منفی داره. اینه که از نقاط مثبتش استفاده کنیم، مثلا علاقه کودکمون رو به مهارت تبدیل کنیم، این رو ببینیم که به رقص، به موسیقی، به ساز، آواز، به چی علاقه داره و کمکش کنیم که تو اون زمینه خودش رو رشد بره، دوره بره، مهارت خاص خودش رو ببینه یا سازی رو آموزش ببینه. مرحله بعدیش اینه که بدون هیچ گونه انتقادی با علاقه کودک مواجه بشیم. اگه ما بخوایم اون رو سرکوب و انکار کنیم فقط باعث فاصله گرفتن و پنهانکاری میشه. اما گوش دادن فعال رو یاد بگیریم، اینکه با کودکمون صحبت کنیم و بازخورد بگیریم و بازخورد بدیم و اینکه احساس کنه داره درک میشه، عزت نفسش میره بالا. هرچی تایم‌های بیشتری با هم دیگه بگذرونید که مفید باشه، ناخودآگاه اون بیشتر به سمت شما جذب میشه. و قوانین بذاریم برای شبکه‌های اجتماعی، اینکه هر کدوم از اعضای خانواده میتونن حالا یه بازی دایره‌ای درست کنن، روی کاغذ بنویسن که بیشترین زمان استفاده از اینترنتشون تو چه جاهایی، چه شبکه‌هایی، چه گروهاییه و واسه اون قانون بذاریم، ساعت تعیین کنیم و اینکه با هم صحبت کنیم که خب هر کی هر چیزی یاد گرفت میتونیم یک روز در هفته دور هم بشینیم و راجبش صحبت کنیم. و بعد مهمترین مسئله سواد رسانه‌ای که مدارس هم تو این زمینه میتونن خیلی کمک کنن تو ایجاد تفکر انتقادی در بچه‌ها، اینکه بچه‌ها بتونن محتوای واقعی و غیر واقعی رسانه رو تشخیص بدن و به این درک برسن که محتوای واقعی واسه اونها موندگاره و میتونن ازش استفاده کنن و محتوای غیر واقعی هیچ جایی تو زندگی اونها نداره.